دوستان وقتی گل خار مرا یاد کنید، چون گل سنگ ز کوهسار مرا یاد کنید. گر بخواهید که من خفته نباشم در خاک، سر هر مستی و تیمار مرا یاد کنید. داشتیم در استخوان خیلی دوشنبه رفته چی آوردیم. من در اینجا گلاس ها رو روزی بهار بود ما با همراه رحمتی عالم آورده در قطار دوم شنوندیم. من این سوایی که در اینجا میبینم سوای دستنای رحمتی عالمی که از ما هست. همین در همین سین بودگی ما درس میدادیم در وزیر فولاد بودنی آدم قطعی الله بودنی و اینسپکتر در همین درس درآمدگی و رحمتی سپر هم در میشه دایرکت نه معلم بیولوژی بود. از همین سیب‌ها گرفته در همون وقت در تجربه برای بچه‌ها را تجربه گذروندن در درس مشغولیت می‌ذارند با ما. خیلی فولاد به همین کار با خود بودیم در آن وقت. ما یعنی 69 سال بعد مدرسه بالا می‌رفتیم. همینجا با یک زنی کنسرتی بود. لیکن تمام اشیایی که برای مدرسه بالا آوردیم همینجا بود. همین اشیا را همین روز همین دهم ما یعنی بردیم. روز 11 همین ما در دور داد گشت. گشت در همین وقتی بوده که همین پیش ایر خانم. پیش خانم همین اشیا زر ندید. اشیا زر ندید. همه ما تربیت گرانگانی همین مکتبیم در زیر همین شاگردانی که اینجوری استادن اول اینا ما را تربیت کردن از آن جلو رفیق و برادرمان عالموف
که یک عمر از اون کس بی‌ندار است. امروز رفیق میرزاєв رفیق یتیم و رفیق من یتیم شد. همینجا خاطر میگم استاد وقتی که رفیق عالم در اینجا دیرکتور مکتب بودن شما مدیر قسمی علمی بودید به فکرم ها؟ مارت سال 64 وقتی که در اینجا سلیم خبر رایون بودن و رفیق عالم در اینجا دیرکتور شده ما جانشین شده کار کردیم از مارت سال 64 همه خیلی دیرکتور اون همچه دیرکتور وظیفه کرد ما جانشین کار کردیم اومدیم همین چقدر شماره خانوادگان چند وقت من فکر 65 کس بود 65 چند تا این طلبا کم بود 12 معلم بود 12 معلم چقدر همینجا معلم بود 12 نفر معلم 12 نفر در همون سالی همون سالای می سال 52 53 163 کس بود بعد بعد باز جا چی با اون وقت من تمام میکرورایونای قشلاق‌ها از ابلکی سرکرده به قلماوه گل زندان و چنویلوی ارزنوها همش همینجا میموندن سینفای سر تمام میکردن سینفای 14 همینجا چرا ما تمام کردیم همینجا قشلاقای پیشتر مکتب سینف افسر همش همینجا موندیم همین سینفای سر تمام میکردن 14 اول در همین چی در همین گل زندان انا مکتبی اولین مکتب حافظ به نام استالین بود زندان ده همون هم سینف همینجا همین سال 48 سال 48 مکتب میمونه که مکتب حافظ در جنان به نام استالین موندن تو سینف 5 میخونه اینجا حالا که ما سینف پنجم میشه خوندگی پنجم چهارم در گل زندان خوندیم معلم درسگی بود بعد پنجم وقتی که شدم جامعه بعد پنجم درسگی سینف سه در همونجا مود انا عالم بعد ما سال پنجم ما ارم رفتم بعد از مرتبه بخشاخور رو هم شکل کردم با اینجا آوردم بعد آوازه کشوندم اینجا آوردم من همینجا معلم رهبر موسیقی بودم به خاطر واسه در همین زل مکتب دو تار ناخوند در تقابل واسه دو تار در همین زل انا خبراتی میرزامرود نام به نام ده استالین بزرگ میخواند یک شعر بود که هم را میخواند استالین کبیر ساخته می یادگاری بی‌نظیر یادگاری که دوری کان امر من مدیر علمی بودم اولا اینجا بعد ما که اینسپکتورم و اتیترو بعد خیلی نقص باید مناسب اصول کنیم چون رسیدید به شادی و نشستید به هم دل سودا زده زار مرا یاد کنید این روز دوستان و همکاران با مهر در خصوص شخصی سخن میکنند که میان ما نیست مرگ نابهنگام او را تابستان سال 1977 از میان دوستان ربوده بود هرچند از میان 16 سال گذشته باشد هم یاد او از دلها نرفته از دیده ها رفت اما در قلب ها سخت معوا گرفت به وادی خاموشان میبرد جایی که صدها آرزو و آرمانهای ناشکسته خفته است منزل ابدی استاد اسمت عالم هم در همین جای واقع است فرزندان آن را خیلی خواب آباد نگاه می‌دارند فخر از پدری خویش می‌کنند که عمر خود را
به کار نیک صرف نموده است. برای مرقد هرگاه به تو گلدسته میمانم، به نامت فخر دارم من، پدر جانم، پدر جانم. مرقد او را برابر فرزندان، دوستان، شاگردان هم تیز تیز زیارت میکنند و یاد از زندگی استاد می نمایند. در این لحظه هایی که او را خاموش یاد میکنند، گویا از دل خاک ندای معلم بلند می شود. گرچه این روز به خاکم مأواست، چشم من باز به دنبال شماست. بنشینید در این خاک دمه، بگذارید به خاکم قدمه. گهی از من به سخن یاد کنید، در دل خاک دلم شاد کنید. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه السنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. إلهي آمين. هذا كان صوت صبرك. شكوي ما كنا من دخل مغفرة جوش جوش كل مغفرة. أنا مزاري دوست
حوله که استاد بانیت‌های زیاد آباد کرده بود. این روز فرزندان اقامه دارند. تا هنوز خانه کاری معلم برجاست. همسرش خاله چمنگوی قریب هر روز جیوان کتاب و میز کاری و لباسهای معلم را از نظر میگذراند. به صورت پدر فرزندانش دیده میدوزد. در خیال با او هم صحبت میگردد. از خوشی مشکل های فرزندانش راست میگوید. گه در خواب به یاد رخ تو روبروی تو بسا می نگرم. گاه بر روی تو چو یک عاشق پاک دره عهد و وفا می سوزم. همه سال در روزهای یادبود استاد خویش و تباران در خانه او جمع می آیند. سر دسترخوان از لحظه های زندگی معلم خاطره های خویش را ورقگردان می نمایند. برادران فرزندان و نبیه هایش با مهر سر هر سخن نام او را می گیرند. گویا معلم هم با آنها سر دسترخوان نشسته است. چه علاج که بازی قسمت چنین است. عمر نه به همه وفا می کند، اما از نیکان نامی نکو می ماند. او باید که برای بابی تیار کردم دیکو اینجا بیو پیش بیو هم باید که برای بابی اینجا هم باید که اونجا بیو برای بابی جان پیش بیو برای بابی جان اینجا باید بگو اوکی بابای ما بابای جان مهری تو در دل جاویدان صد پند تو در گوش ما افسانه در هوش ما سر میکشد از کهسار مهر تو چون گل در بهار آلو چگلی بادم منم ایوی بابم بابم دم از این خواب است منم بدرکی بابم هندش هزار یک نظر خوب با یک نظر افتاکه یا بولو افتاکه چای بیار صورت
Yemin numara, yakın numara döşem. Ama admika non yakın memodan. هم امینو نیولای کویی بودم من امینو رو آوردم همش پایوان کردم بسیار همین پایوان داشت شغل نگذاشتن خیلی همین دستشون سبک بود که همین تمام درخت روای میکردن پایوان میکردن همین تز در یک سال دو سال با حاصل میرومد من همین نوکو من همین چورماق همین انور آوردم همینجا وای کردن همین باغ همیشه سبز موندن بسیار همین مسئله باغ بسیار هم وای بودن استا بودن دا من درخت‌ها همش همین درخت‌های کوهی است من اینا همش همین جاهای پایمان داره من اینا همش ادیرو آوردگی هم خیلی پایمان کرده این تیراکا همش همین خیلی تیراک بودن تا راست رفتگی تیراک بودن چانورای اینا بالا میبینن چانورای کلام هم چانورای خودشون آمدگی چوک چورده میتر چخری دونه دا همین رحمتی وقتی بودم دا همین بای کردن معلم رحمت سطور شروع کسب همون کسایی اردام کردن همین چور بای کردن کندن همین توبیستان بسیار آبش خونه کرد زمستان بسیار گرم است همین چوان میشونش بسیار نظم اوی شیرینی با مزه ده اوی شیرینی اوی با مزه ده بیش از 23 سال معلم بین این راه سوی مکتب عزیز می رفت. آن وقت در این بنای امروز فرسوده مکتب جای گرفته بود. اینجا همکارانش که قسمی از آنها امروز در حیات نیستند انتظارش بودند. عجب روزهای خوشی بود. با همکاران و شاگردان خاطره های زیادی از او دارند. ای برده غمت شادی 100 ساله ز دل هرگز نرود داغ تو چون لاله ز دل روزی که به دل داغ تو بر خاک روم لاله ز چمن برآید و ناله ز دل Ayıcı konu.
یک شعری که درباره بهار و آدمانی رفتگی که ما در عصر شادروان عالم اسمت خوندیم درباره بهار است. یک تاش وقتی که می آید بهار کاروان ترنه ها قطار پرستو آید کوکسار پرتفشان مرغی هزار اما نمی آید دیگر از رفتگان بار خبر در حقشان صوم و سحر آکنیم دعای خیر در گورشان ریزد خدا باران رحمت هر پگاه. شعر دیگری که به نام رفیقمان عالم اسمت شادوان نوشتیم برگ سبز از باغ دوست است. نوبهاران باغ مکتب گلفشان است گلفشان از باغ عمری تو نشان است در زمین سبزیده از آب و گلی تو صد قلم از نوده باغ دلی تو نونهالی قامتی شاگردهایت سایه‌دار از سایه دستی دعایت از جبینت هم پندی روزگاران خواندم من قسمتی آموزگاران دوستم ای اسمتی پاک و به اسمت کرده ای هستی خود با دوست قسمت می تراود از نگاهت روشنایی در رهی دنیا برای آشنایی تا که شاید چشم خط فرزندی مردم نوری چشمانی و قابی کرده ای گم پا به پایی که دکان از راه دنیا رفته ای آخر تو از درگاه دنیا سوی مکتب می برد پیراهی تو سوی مطلب می برد پیراهی تو ایا اسمت روانت شاد بادا مزاری پاک تو آباد بادا و نامت حرف دوست ایجاد بادا همیشه در دل و در یاد بادا. اینک بینای مکتب نو استاد اسمت عالم هنوز از سال 1967 هنگامی که به وظیفه دیرکتری تعیین شد از پی بنیاد تعلیمگاه نو کمر بست. سال 1969 یکی از نخستین مکتب‌های تیپی نو در ناحیه اینجا به شمار می رفت. شاگردان را قبول کرد. مکتب میانه رقم 7 در ظرف بیش از 24 سال موجودیت خویش ده‌ها شاگردان را به حیات مستقلانه گسیلانیده است. در تربیت آنها سهم شادروان اسمت عالموف خیلی کلان است. میان شاگردان معلم قریب نماینده همه کسب و نهادها را دیدن ممکن است. معلم خودسوزی می کند با امیدی که با شاگردان بسازد. خودسوزی های معلم بی ثمر نرفت. این روز همه او را با نکی یادآور می شوند. چنانی می گویند مهر معلم چراغ است جاویدان. در حقیقت هم مهر استاد اسمت عالموف چون چراغ جاویدانی راه استادان شاگردان را روشن نموده قلب‌های آنها را گرم ساخته است.
در همه جای مکتب نشانی از زحمت استاد عیان می‌گردد. باغ و آباده های مکتب را همه به او وابسته می‌دانند. همین اتاق کاری استاد باید استاد گوشه‌های خاطره تشکیل کردند. شکر که کرسی استاد امروز خالی نیست. امروز یک از شاگردانش با مهمون خالی کن کاری را پیش میبرد. می‌کوشم که آبروی مکتب را مثل سالهای برابر استاد بلند ماند. امروز که ما مکتب را به نام اسمت علیم گذاشتیم، بشوبه به ما معلوم می‌گردد که محنتی او به قدر درکاری است. او در بنیاد مکتب نو، در بنیاد زحمت باغ، در با جابجاگذاری کادرهای مکتب خدمت بسیاری کرده است. او اینچنین اعضای شعبه معارف ناحیه بود. محنت‌های او در تربیت نسل نورس بی‌نظیر است. امروز در همه جبهه‌ها شاگردان او را ما دیده می‌توانیم. از آن جمله من شاگردان او قادر حکمت الله دیرکتور سرخوز ناحیه فیض‌آباد، شاگردی او بایف امانعلی دیرکتور خواجگی جنگل ناحیه فیض‌آباد، شاگردان او دیرکتور فابریک مرغ مرجان، شاگردان او جانشین دیرکتور فابریک مرغ مرجان، شاگردان او جانشینان دیرکتور مکتب میانه رقم 7 که به نام او گذاشتیم حکمت الله عبادالله و میثاق سید عمر و ایشون همکاران زیادی در ورطه زحمت آموزگاری زحمت‌های زیادی او به نظر می‌رسد. باید قید کرد که همین قدر محنت زیادی او بود که کلکتیو آموزگاران به یک آواز در شورای پداگوژی تکلیف را با جا آوردن و مقصد را به میان گذاشتن که مکتب را به نام بسپاریم. یعنی ما زحمت او و قدردانی کلکتیو آموزگاران را به حساب گرفته تکلیف شورا را به کمیته سویت قشلاقی جوانان گذاشتیم. سویت قشلاق جوانان این اقدام را نیک پذیرفت و قرار کمیته سویت قشلاق را کمیته اجرایی ناحیه فیض‌آباد با قرار 462 از 3 نوامبر سال 1992
قبول کرد و همین خیلی مکتب میونه رقم 7 با نام اسمت علیموف گذاشته شد. امروز این تانتنه که ما با جا آوردنیم این با خاطره او، با خاطره پاک روح او، با خاطره زحمت های نیک او 20 ثانیه یاد بود. بعد از اون بزم ساز و نوا، بعد از اون پشتین با برنامه گرفته شده است. اینچنین گوزکشی با پلان گرفته شده است. ما همه را با خاطره روی پاک این مرد شریف بزرگ اسمت علیموف بخشیدیم. شاگردان و همکاران اقدام نیکی را پیشه کردند. به خاطر پاس داشتن این استاد مکتب را به نام او گذاشتند. این تکلیف از طریق حکومت نهایی هم دستگیری یافته است. بیش از یک ماه است که تیاری به این خاطر ادامه داشت و شکر که روز مناسب هم پیدا شد. یک جایه با تجدید نوروز آدم‌آرا امروز یادبود استاد هم گذرانیده می شود. به این خاطر میهمانان زیاد از دور نزدیک امروز دوستان شاگردان تبریک شدند. پس از چند تنتنه نوروزی و مراسم نامگذاری آغاز می کردد. ما به همه میهمانان را به مکتب به نام اسمت علیموف خوشامدید میگوییم و فرمودنی را به یاد میآوریم. خیر مقدم هر کی را که میل دیگر آورده است، در زبان و در دل و در دیده و در چیزش. سرش پا گذاشته. سرش. باش. ایش بکش. بگیر سالی. کاش تمام. کاش بکنش. یا خرسه کم میده نمیشه. رفقان عزیز، در جشنواره امروزه دوستان نزدیکان اسمت علیموف حضور دارند و حاضر ما سخن را با یکی همکاران و رفقان اسمت علیموف سعید محمد میدیم. مرحمت. دوستان عزیز و مهمانان محترم، من از رفیق اسمت علیموف هم علم آموختم، هم درس حیات آموختم. چون که من در پیش این کس هم درس خواندم، هم سالهای زیاد با این کس یک جای کار کرده، از وی طرز کار و مهنت کردن را آموختم. من یک چیز را از حیات این کس هیچگاه از خاطر فراموش نمی کنم که رفیق علیموف اسمت همچون فدایی تعلیمگاه گویم میارده. چون که یگان بار من نشنیدم که وی از خانه خود، از زندگی خود گفته باشد که یگان کاری وی مانده است. او همیشه خود را در مکتب، حتی در دوره استراحت تابستانه خود را همیشه در مکتب حس میکرد و ما همیشه همراه او با در مکتب و کار و بار مکتب مشغول بودیم. و بعضی ها حتی ما را خانه بیزار هم میگفتند که شما خانه ها با یادتان نمیرسد. آن چیزی که ما امروز در اطراف مکتب میبینیم، خواه باغ باشد، خواه سیمخانه ها باشد، همش با سعی کوشش این آدم بنیاد شده است. وقتی که بهار بشید رفیق علیموف ما را به کوه روان کرده برای آوردن درخت‌های گوناگون بوتگی و ارچه و دیگرها. او دلش قرار نگرفته، خودش همراه ما میرد و در کوه گشته درخت‌های گوناگون را جستجو میکرد تا که باغ مکتب را آباد و زیبا گرداند. حتی غورهای درختان را در کیسه‌های خود آورده در اطراف مکتب پاشید که این درختان در اینجا سبز شود. بنابراین
می‌ارزد که امروز ما این مکتب عزیز خود را با نام این شخص بزرگ، این شخص نکوکار، این استاد محترم گذاریم و من از فرصت استفاده برده همه خویش و تبار، همه مهمانانی که قدم رنجه نموده در جشنواره نامگذاری امروزه مکتب ما اشتراک دارند از صمیم دل خیر و مقدم گویم و گویم که خوش آمدید. من همیشه این شخص نکوکار، این استاد محترم و رفیق عزیز را از یاد فراموش نمیکنم و همیشه میگویم که روحشان شاد باد. سال 1946 با کار آموزگاری شروع کرده است. در مدت طولانی تا سال 1977 و شاگردان زیادی با وی رسانده با هم جبهه‌های حیات گسترانده است و امروز که از شاگردان او که در این مکتب جانشین دیرکتور شده کار میکند ما سخن را با حکومت لایف میدیم. مرحمت. مهمان عزیز، همدران محترم، خوانندگان محترم، امروز شادی هر که ما حد و کنار ندارد چون که ما مکتب رو به نام شخصی میگذاریم که خدمتی و نهایت در سهم همین مکتب نهایت توان است و من با باورتان گفته میتوانم که اولین بار من درس ادب رو از این شخصی بزرگ آموختم و امروز با فخر کلام گفته میتوانم که اسمت علیموف، شادروان اسمت علیموف نه که فقط استاد من بلکه استاد همین خوانندگان و شخصانی که در اینجا حضور دارند و من گفتم لازم است که استاد همون کسان است. من امروز من چی سخنهای گفتن نمیتونم درباره این شخص چون که باز تکرار میکنم که من درس ادب رو از این شخص آموختم و امروز حرکت میکنم که آن گفتایی که شادروان اسمت علیموف درباره من شاگردان میگفتن من حرکت میکنم گفتای آن را در عمل امروز تطبیق کرده و با واسطه تربیه همین کس رو به شاگردان خود رسونم. سخن با جانشینی دیرکتور آید به کار تعلیم تربیه رفیق میساق داده میشه. مرحمت. دوستان عزیز، مهمانان عالی قدر، من چنانه که در اینجا رفقان گفتم منم که شاگرد شادروان اسمت علیموف که شادروان اسمت علیموف سالهای طولانی در وظیفه جانشینی دیرکتور و به کار تعلیم تربیه کار کرده است. منم که شاگرد از گفته شادروان اسمت علیموف عمل کرده همیشه در مکتب کوشش میکنم که کار تعلیم تربیه رو در مکتب جانب نمایم و با گفته معلم محترم شادروان اسمت علیموف همیشه کار کنم. امروزا در قطار همه آموزگاران مکتب برادر مرحوم اسمت علیموف قطار آموزگاران قدم میزند و حاضر ما با کمال ممنونی سخن را به علیموف به ادامه میدیم. مرحمت. مهمانان محترم، اجازت دید از نام خودم و از نام همه خویشتواران شما را با مناسبت نامگذاری مکتب از صمیم دل تبریک و مبارکباد نمایم. البته اسمت علیموف نه یک برادری من، برادری همه آن رفیقانی بود که در اینجا شاگردان زیاد را تربیت کرده و بالا رساندند. من از شاگردان التماس میکنم که هر یک درس ادبی که از اسمت علیموف آموختند هیچگاه از یاد نبرند. خوش آمدید مهمانان محترم. اسمت علیموف در تمام جبهه‌های تعلیم تربیت کارهای زیادی کرده است. یکی از کارهای زیادی جالب دقت اسمت علیموف این تشکیل موزه کشورشناسی ناحیه است و حاضر ما همه یک جایه به تماشای همین موزه کشورشناسی و تاریخی مکتب میریم و یک جای مکتب رو تماشا میکنیم.
که در اینجا دیده شده است تمام یادگاری های تاریخی که در مکتب همچون یادگاری های دوره شادروان اسمت علیموف می باشد که این همچون یادگاری های تاریخی وادار میکند که خوانندگان و شاگردان ما را که این از دوره های قدیم تا حال به ما آمده رسیده است. چقدر که در اینجا می‌بینید اسپار، سنگ دستگاه، غلطک دستگاه بافندگی، ماکو، چراغ، قاشق و کوزه، موزه، موکی و غیره ها که در اینجا همه اینها همچون یک آثارخانه تاریخی، همچون نشانه های یادگاری های تاریخی است که با جوانان به این شاگردان ما دوره در این لوحه روی خط اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی که سال 41-45 از میکران مکتب رقم 7 که حالا به نام اسمت عالم گذاشته است گرد آورده شده است. همه این شخصان از همین ناحیه در جنگ بزرگ وطنی اشتراک کردند و برای خاطره آنها ابدی در نقش دل شاگردان و همدیاران خشتواران آن نقش بندند. این لوحه برای همین گذاشته شده است. خب این لوحه در دوره 40 سالگی غلبه بر جنگ بزرگ وطنی با راهبری اسمت عالم تأسیس یافته است و همه خوانندگانی که من بعد در اینجا تحصیل میکنند از خشتباران آنها در اینجا ثبت شدند و من بعد همچون موزه تاریخی در مکتب دائم جاودان میماند و در اینجا من اثرهای تاریخی از دوره ریولوسی فوریه در بخارا، در دوره ریولوسی کبیر 17 اکتبر در بخارا، اثرهای جاودانه استاد عینی که در دوره ریولوسی و نوشته شده است و تاریخ تاجیکان نیز در اینجا موزه تأسیس دارد.